آلی بیایم مردمایی که ایله اسقاط میکنه یا آیت قرآن پیش میکنه، آیت قرآن پیش میکنه میگه ایله اسقاط مثل اینمی ایله وارست. ما از تو سوال دارم، توسط این ایله اسقاط حکم الله را عمل میکنی یا از بین میبری؟ از بین میبری. تو خو میگی که اگر نماز سرش هست، اگر روزه سرش هست، اگر زکات سرش هست، اگر حج سرش هست، اگر کفاره سرش هست، اگر هر چیز سرش، این چی شوه؟ محو شوه. او را ایله میکنی. ایلیم غلط، ایله دروغ. چرا؟ 1000 روپیه که فدیه 3 نماز میشه، ای را به چندین مراتب گشته رایستی او ساقط کده رایستی. یکی البته حیله او وقت ناجایز بود که اگر ای را وسیله برای خوردن مالی کسی را به ظلم به ناحق میکردی. این جمعی خوردن مال یتیم نیست؟ به ناحق است یا نه؟ در کدام جا است؟ پیغمبر کجا گفته؟ باز امی ایله را در حق خود نمیکنی، قبول نداری. خیلی خوب مناسب که تو میگی ایله رواسته، بسیار خوب، 1,00,000 روپیه از پیشت میگیرم. خو یک روز برات 1000 روپیه میدم، 100 دفعه برای تو همینطور میبخشم، 1,00,000 روپیه معاف شوه. میکنی؟ کسی حاضر است نمیگه پا؟ خب خیلی خوب، تو که به فقیر میبخشی راستی تا بگو، از صدق دل میبخشی؟ اگر از صدق دل میبخشی خیر، فقیرم یک دفعه که گرفت شیخ عبدالکریم میگم که برو بخیر دیگه. آلی کس شیخ عبدالکریم هیچ چیز هم نگوید، حتی ملامت هم نگوید. چرا؟ امری روا کرده، گپی شرعی را کرده یا غیر شرعی را؟ ما بخشیدم شاخی که بخشیدم، ملکی خودش شد میره بعد، پس به تو نمیبخشه. خب کسی میمانه شه؟ خو یخادعون الله. این مردم ها فریبکاری، معامله فریبکاری با کی میکنه؟ والذین آمنوا، با مؤمنان فریبکاری میکنه. شما باور بر الله بکنی، حیله بنی اسرائیل بسیار ساده بود. و خود تنها مایی من بود در روز شنبه، چقوری را میکردن، حوزه میکردن در روز شنبه، باز روز یک شنبه چی میکردن؟ میگرفتن. اینی قدر گپ بود. اینجا خو گپا دیگر رقم است. مالای یتیمه، مرده افتاده میباشه، در اونجا گور نمیشه، جنازه نمیشه، کله اسقاط است. باز چی جنگا میشه، کی میشینه در اونجا او کی میگیره ایره؟ خود تو اینجا ایله میکنی و بدبخت میگی ندارم کل فدیه را، لیکن اونجا دیگار بار کده خان و غریب دور داده در نان هستی. این منافقتت نیست؟ امیالی میگفتی که من چیز ندارم، ایله کنه او اونجا دیگار بار کده، چی رقم ایله کنی؟ کلش واهیات است. خب کسی که عقل داره درک میکنه که نداره، بس دیگه پشتش روان است. و از این آیت دلیل میگیره. یا ایله تو با هم زمین و آسمان فرق داره. قرآن برای تو چی میگه؟ اینجا برای تعمیل حکم الله مخرج کشیده. این ایله نیست. از این آیت برای ما معلوم میشه که زدن زن درست است، الله هم حکم کرده، ولی چی رقم زدن؟ میده کردن نه، برای سیاست اینطور است. دوم، کسی که مورد ظلم قرار میگیره باید راه کشیدن از ظلم برش مهیا شود. هر راهی که موجود میشه که مشروع است برای از اینکه کسی مورد ظلم قرار نگیره باید قرار نگیره. سوم گپ برای ما واضح شد که انبیاء علیهم السلام در مورد شرک چقدر حساسیت داشتن که ما مطلق نقل قول خانمش میکنه، قسم یاد میکنه که ماندنید نیستم بزدن. امروز ما پدر و مادر نه شوهر، زن برش میگه که بنده که از فلانی جای نبیاری، بچگه گریانش آرام نمیشه، شوهرش روان است. اینطور کارا را کرده رایسته. و اونجا انبیاء علیهم السلام چقدر حساسیت با شرک داشتن. چرا؟ به خاطری که تنها نسبتش بکو که فلان جور کرده، یا است که نظر بکو چیستا به نام فلانی، نظر به نام فلانی بکو خلاص. خب قرآن برای ما میگه وذکر عبادنا آلی الله به طور اجمال داستانی انبیاء علیهم السلام، یادآوری دیگه انبیاء علیهم السلام هم برای ما میکنه. وذکر عبادنا، یاد کو پیغمبر علیه السلام بنده های ما را، داستانای از واره، حالات از واره، تا که بری توم تسلی حاصل شوه. ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، کلشان اولی الایدی والابصار، صاحبان قوت بودن، صاحبان دست بودن، صاحبان دستا بودن، یعنی قوت داشتن، توانایی داشتن برای راه دعوت دین. و الابصار، صاحبان بصیرت بودن، بینایی بودن، دلایل داشتن که مردم دعوت میدادن. ان اخلصناهم، یقینا ما امتیاز داده بودیم یارا، مخلص گردانیده بودیم یارا، بخالصتن، به سبب خصلت برگزیده. یک خصلت و خوی خیلی خوبی داشتن. کدام بودو؟ ذکرت دار، یاد نمودن سرای آخرت. همیشه در یادشان سرای آخرت بود، هر کار به خاطر آخرت خود انجام میداد. این امتیاز انبیاء علیهم السلام بود. تمام کارشان
برای تعمیر آخرتشان بود. در قصه دنیا نبودن که دنیا تعمیر شود و تمام معاملهشان به خاطر بود که آخرت ما تعمیر شود. و انهم عندنا یقینا انبیاء علیهم السلام به نزد ما لمن المصطفین، از جمله برگزیده شده هاست، الاخیار، که صاحب مرتبه و مقام هستند، خیر هستند. مصطفین و اخیار یک معنا داره، برگزیده شده، امتیاز داده شده. واذکر اسماعیل، یاد کو اسماعیل علیه السلام، یسع علیه السلام، ذوالکفل. در مورد یسع اینجا ذکرش آمده، دیگه تفصیل در قرآن کریم ذکر نشده. و کل من الاخیار، هر کدام از جمله معتبرین بودن، برگزیده شدگان بودن. هذا ذکر، این قرآن کریم نصیحت است، این قرآن کریم بیدار کننده از غفلت است. این قرآن کریم ما و شما را هوشیار می سازه. چرا؟ مشتمل به مضامینی است که وظیفه و مسئولیت ما را در دنیا مشخص میکنه و اسباب کامیابی را برای ما بیان میکنه و اسباب ناکامی را بیان میکنه. برای ما میگه جهان دیگری وجود داره. و ان للمتقین، یقینا برای کسایی که متقین است. متقین خود قرآن معرفی کرده بود، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اونم مردم ها بود. متقی کسایی نمیگه که از کفر، شرک، بدعت، حرام مکمل خود نگاه میکنه. لحسن مآب، مرجع خیلی خوب است، جای بازگشت خیلی بهتر و شایسته برش است. جنات عدن، امو جای بازگشت خوب کدام است؟ باغهای دائمی است، مفتحة لهم، که آواز کرده شده لهم برایشان، الابواب و دروازه هایش، متکئین فیها، تکیه زده می باشه متقین در این جنت ها، در این باغا. یدعون فیها بفاکهة، طلب میکنه در این باغا با میوه های کثیرت زیاد، و شراب، چیزای نوشیدنی را میخواهند. و عندهم بنزدشان قاصرات الطرف، زنانی هستند که نظرایشان بند کرده، که نظر بند هستند، یعنی نظرشان طرف دیگه غیر از شوهرای خود دیگه طرف نمیکنه، یا اینقدر جمال زیبا داره که نظرهای شوهرای خود به خود بند ساخته. اطرابن، که هم عمر است، یعنی هم سن است. هذا ما توعدون لیوم الحساب، گفته می شود این نمو چیزی است که وعده کرده شده بود برای شما لیوم الحساب، برای روزی محاسبه. اینی انجام و نتیجه اعمالتان است. ان هذا لرزقنا، یقینا اینمی رزق ما، الله میگه ما له من نفاد، نیست برای انقطاع و خلاصی، قطع نمیشه، زمستان ممستان نمیه اونجا. هذا ای بود سرانجام متقین. و ان للطاغین، یقینا برای سرکشا، کسایی که اعراض کردن از شنیدن قرآن، از ایمان آوردن به قرآن، لشر مآب، خیلی بد جای بازگشت است. چی است تو جای بازگشت؟ جهنم، جهنم است، یصلونها، که داخل میشه در جهنم، فبئس المهاد، خیلی بد آرامگاهی جهنم. هذا ای بود سرانجام اینمی جهنمیا، فلیذوقوه بچشی امی جهنم، فلیذوقوه بچشی امیره، امی جهنمی را، حمیم آبی جوشان، و غساق ریم جهنمیا. و آخر من شکلی، عذاب دیگم از مانند امی عذاب، ازواجن گوناگون عذابا برشان است. الله نگاه کنه مو شما را، هازا فوجن، ای یک گروهی است، مقتحمون، که داخل شونده است، معکم امرای شما، لا مرحبا بهم، سابقا که داخل شده دیگه گروه که میبره برشان گفته میشه. هازا فوجن، یام گروهی است، مقتحمون، که داخل شونده است، معکم امرای شما، لا مرحبا بهم. ایره یا امی ملائک میگه که لا مرحبا بهم، آرامگاه نباشه برشان، خوشوقتی نباشه برشان. یا جهنمیا میگه که وای وای لا مرحبا بهم، خوش آمد برشان نباشه، خوشحالی برشان نباشه. این بدبختان مسلم وارد شده. انهم صال النار، یقینا یا داخل شونده آتش است. قالو میگه امی تابعا بلنتم، ایوا معلوم شد که کلانا را اول داخل کرده، تابعا را تابعدارایش از پشت سرش. قالو میگه تابعدارا بلنتم، شما بوده که ما وادار ساختی ما را در جهنم داخل شدن، رای حق از ما گرفتی اونجا، گپای خیالی و خوابا را گفته رایی بوده. لا مرحبا بکم، خوشوقتی نباشه برای شما، یعنی شما خوشوقت نباشه، آرام نباشه. انتم قدمتموه، شما پیش کرده بودی اینمی اسباب جهنم، لنا برای ما، فبئس القرار، خیلی بد قرارگاه جهنم. قالوا ربنا من قدم لنا، تابعا دعا میکنه اونجا یه پروردگار کسی که پیش آورده لنا برای ما، هازا ای جهنم، اسبابش فزیدو برش زیاد کو، عذابا ضعفا، عذاب دوچنده، فی النار داتش، که ما را هم مبتلا به عذاب کرده. و قالو میگویم ما لنا لا نرى رجالا، و منظر الله بر ما پیش میکنه چطور گپا میشه
چی شده بر ما که نمیبینیم رجالا مردمی را کننا که بودیم نعدهم میشمردیم واره من الاشرار از اشرار از بدکارا میشمردیم. اونجا چی میگه؟ کجا شدن همون مردمی که ما برش وابی میگفتیم؟ اتخذناهم سخریا، آیا ما گرفته بودیم او را به مسخره؟ به غلطی ام زاغت عنهم الابصار، یا خطا خورده از وا الابصار و چشمای ما نمیبینه؟ چطور او مردم چطور شده؟ ما خو را به مسخره گرفته بودیم، آلیده کجاست در جهنم؟ و خو بدکار بودن. الله میگه این ذالک لحق، یقینا نمی گفتگو اینمی یادآوری ثابت است. تخاصم اهل النار، مخاصمه زبانی در بین اهل نار، یک گفتگو در بینشان میشه، ملامتی خود یکی سری دیگه انداخته رویست. قل بگوی پیغمبر علیه السلام این واقعاته که براتان بیان میکنیم من مالک و متصرف نیستم که حتما شما ایمان بیاره. انما انا منذر، مخو بیم دهنده دلسوز هستم، شما را از همچو عذابا بیم میدم. و ما من اله، اول سخنم و آخر سخنم اینه میگه، پس مطلب و مقصد سخنم هم یکی است. و ما من اله، نیست معبودی بر حق قابل بندگی و پرستش، حاجت روا مشکل کشا فرمان روای مطلق حاکم تشریعی الا الله، بجز از الله. کدام الله؟ الواحد که یگانه است، نه وزیر داره، نه مشاور داره، نه نازدانه داره، نه نایب داره. القهار زبردست، هیچ نیاز به کسی دیگه نداره، هیچ چیزی نداره. پس شما که میگی که نازدانه داره، ولد داره، علی اینطور است، این غلط گپ است. رب السماوات، مالک آسمان هاست، و الارض از زمین، و ما بینهما آن چیزی که در بین زمین و آسمان است. العزیز زبردست است که اراده کنه هر ارادهش نافذ است. الغفار، لیکن اینطور نیست، خیلی بخشش کننده است، گناهگارا را دمو آن واحد جزا داده میتونه، لیکن باز بخشنده ذات است که مگرم بندیم توبه کنه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام هو نبأ عظیم، اینمی قیامت یا اینمی حالات خبری بس خیلی بزرگ است. انتم عنه معرضون، شماستی که از او اعراض میکنی، قبول نداری که همچو روز میایه. ما کان لی من علم، نیست برای ما از کدام علم، بالملأ الاعلی، به مجلس بالا که از ملائک است، از یختصمون، در آن وقتی که گفت و شنود میکردن. ما دو علم ندارم، گفت و شنود ملائک در چیسته و بین خود گفتگو دارن، میگن کدام چیز است که سبب محو گناه است، کدام چیز است که سبب بالا بردن چیسته درجه هاست. قدم ماندن طرف مسجد، در سختی وضو، در حالت سختی در تاریکی طرف مسجد رفتن، انتظار نماز کشیدن، یا از جمله چیزایی است که ملائک اونجا ما بین خود گفت و شنود دارن. ایوحی الی، وحی کرده نمیشه به سوی ما، الا انما، مگر اینمی وحی است. انا نذیر مبین، که ما مالک متصرف نیستم، حاجت روا مشکل کشا نیستم، ما بیم دهنده آشکارا هستم، مسائل واضح بیان میکنم، به خاطر که مردم از چیزایی که مضر از خود نگاه کنه. از قال ربک، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفت پروردگار تو للملائکه، به ملائک، انی خالق، ما پیدا کننده استم بشرا، یک انسان، من طین، از گل، فاذا سویت، وقتی که درست کنم او را، و نفخت فیه، و بدمم فیه، درونم من روحی، از روح خود، یعنی مراد یعنی روح روان کنم در کالبد از او. فقعوا، بیفته، له برای از او، ساجدین، سجده کنان. فسجد الملائکه، ملائک سجده کردن، کلهم تمامیشان، اجمعون همگی یک دفعه، الا ابلیس، بجز از ابلیس، استکبر، خود کلان تراشیده سجده کردن، و کان بود من الکافرین، از انکار کننده ها، از کفار بود. شد از کفار یا بود از کفار در علم الله تبارک و تعالی. قال یا ابلیس، الله گفت ابلیس، ما منعک، چی چیز مانع شد برای تو، ان تسجد، که تو سجده کنی، لما خلقتو، با او مخلوقی که ما او را پیدا کردم، بیادی، با دستی، اردو دستی، بلا کیف خود، امو رقم که لایق شان الله است، او را مجور کردم، من مامور ساختم تو را که تو سجده کو. استکبرت، تو تکبر ورزیدی، خود کلان تراشیدی، ام کنت من العالین، یا استی یقینا هم از جمله بالا قدرا هستی، قدرت بلند است، تو خود کلان تراشیدی یا یقینا امو تو قدر بلند داری. قال، گفت انا خیر منه، من خود بهتر استم از او. چرا؟ خلقتنی من نار، او را مرا پیدا کردی از آتش، و خلقته من طین، او را پیدا کردی از گل. خاک و آتش چی برابر؟ قال، ایره میگه قیاس نشود مقابل. چرا؟ در حالی که در قیاس خطاست. امی ابلیس لعین میگه که آتش خوب است یا گل خود انواع چیزا از پیشش جور میشه، مختلف استفاده ها میشه، آتش چیست؟
قال فاخرج منها، الله میگه برای از این جنت، فانک رجیم، یقینا تو رانده شده ای، و ان علیک، یقینا بالای تو لعنتی مست که محروم ساختن از رحمت خاص، الی یوم الدین، تا روزی جزا دادن. قال رب فانظرنی، و میگه اینطور خبیث است، میگه ای پروردگار مرا مهلت بده الی یوم یبعثون، تا روزی که مردم از قبرها بلند میشه، عذاب قبر گپا را هیچ نبینه. خو اینطور چالاک بود، چالاکی میکرد. الله چی میگه؟ قال گفت فانک من المنذرین، یقینا تو از انتظار داده شدگان هستی، مهلت دادشین تا یوم یبعثون، نه الی یوم الوقت المعلوم، تا روزی وقت معلومه که چیسته؟ قیامت قایم میشه. نه عذابا را خوب ببینید در قبرها. قال فبعزتک، بعد از او میگه قسم به عزت تو لاغوینهم، ما گمراه میکنم همی بندگان اجمعین، تمامیشانه، کلشانه، کوشش در حق کلگی میشه، الا عبادک، بجز از بنده های تو، منهم از جمله از یا المخلصین، همون کسایی که مخلص است. مخلص ترجمه کرده بودم که کسی که عقیده توحیدش پخته شوه، شک و شکوک در دلش را پیدا نمیکنه، وسوسه شیطان در دلش را پیدا نمیکنه، تبلیغات مردم سرش تاثیر نمیکنه، تهمت های مردم تاثیر نمیکنه، مشوره ها و نقشه کشی های مردم سرش هیچ کارگر نیست. اینی را مخلص میگه. انبیاء علیهم السلام هم اینطور بود، وقتی دعوت خود شروع میکرد باز پروا نداشت که مردم علیه قیام میکنه، نقشه میریزه، پلان طرح میکنه، تهمت میلگانه، سر و صدا میکنه و هیچ نوع شک و شبهه در قلبشان را نمیداد. اینطور عقیده را که الله نصیب کسی بکنه باز پروایش نداره که مردم هر چی میکنه. الله از این جمله ما و شما را بگردانه. قال فالحق، قال گفت الله تبارک و تعالی فالحق، اینمی سخنی راست است، یعنی بالکل درست سخن است که زوری تو سری بنده های مخلصی من نمیرسه، وسوسه های تو کارگرد او کسایی است که وای عقیده ضعیف داره، اوهام پرست است. اونو طور مردم ها یا نعوذ بالله قبر پرستی ها میکنه دیگه، تو وسوسه های سری از ها کار میکنه. موحد پخته را نمیتونی که تو وسوسه کنی. والحق اقول، ای گپی درست و راست الله میگه من میگویم، لاملأن جهنم، او گپی راست و درست کدام است؟ بله، همچون مردم ها خامخا پیدا میشه که پیروی تو را بکنه. چرا؟ ما جنت پیدا کردیم، ام دوزخه. جنت هم بری خود حصه میخواه، دوزخ هم بری خود حصه میخواه. خب بله، حصه جهنم کسانی باشه که تو باشی و پیروانت. لاملأن جهنم، والحق اقول، گپی راست و واقعیت من میگم، الله میگه لاملأن، خامخا پر میکنم جهنم من کس تو و من تبعک، از کسی که تابعداری تو را کرده، منهم از جمعی بنده های ما، اجمعین از تمامیش. در جهنم کی میره؟ ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الانس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم اذن لا يسمعون بها. امو کسا در جهنم داخل میشه، پیروی شیطان میکنه که نه از فکر خود کار گرفته، عقل خود، نه از گوش خود نشونید گپ حقه و نه از چشم خود کار گرفت. کسایی که اسباب بصیرت و ادراک خود مکمل ضایع کرده، اونو مردم در جهنم داخل میشه. تفسیرش است وسوسه شیطان هم سری او مردم کارگر است که یک روز تأمل و تفکر در قرآن نکرد و نه دید راه حق و نه شنید راه حق. قل ما اسألكم علیه، بگوی پیغمبر علیه السلام ما سوال نمی کنم از شما، درخواست ندارم علیه بالای تبلیغ قرآن من اجر کدام پاداشه، و ما انا من المتکلفین، من نیستم از جمله کسایی که تکلف میکنه، کسایی که به زور از دروغ از جان خود جور بکنه، او طور نیستم. وحی الله را برای شما بیان میکنم یکی. و ما انا من المتکلفین، من نیستم بناوتی، چیزی که تصنعی ساخته میشه، حقیقتا را بیان میکنم، چیزی از خود نمیسازم. ان هو الا ذکر للعالمین، نیست قرآن کریم مگر یادداشت است للعالمین، برای تمام مخلوقات. چی را یادداشت میکنه؟ از توحید الله برشان سخن میگوید، از آخرت برشان سخن میگوید، اسباب کامیابی، اسباب هلاکت، برنامه های انبیاء علیهم السلام، داستانای پیغمبران را قصه میکنه تا که از هر طرف هوشیاری بر ازیا حاصل شود. قسمای شیطان بر ما یاد میکنه که چه قسم مردم گمراه میکنه و کدام مردم گمراه میکنه، اینم بر ما یاد میکنه. کل مخلوق قرآن یاد میکنه، خب کی بهره میورداره. ولا تعلمن، خامخا شما میدانه، نبأه، خبری واقعیت قرآن که حالی در دنیا میشنوه،
یک کدام وقایعی که قرآن بیان میکنه آینده براتون چیزی پیش میشه، منظرهای عجیبی قیامت که قرآن بیان میکنه، خامخا میدانی خبر صدقی از ایره بعد حین، پس از یک تاریخ و مدت. بله وقتی قیامت قائم شود باز کلی چیزایی که قرآن بیان کرده در پیش رویتان گذاشته میشه، باز میگی که چه کتابی بود، چه رهبر و معلمی بود، چقدر یک کتابی نصیحت آمیز بود، پر از نصیحت بود، چقدر خیرخواهی ما بود. قرآن واقعا خیرخواست، انسانا را بیدار میکنه، برش میگه کدام طرف مسیریتان است او چه چیز براتان به درد میخوره، کلش قرآن بر ما بیان میکنه و به جز از قرآن نمیتونیم که ما امور آنها را پیدا بکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.